بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چخیلی گفتم خواهران عزیز، پیش از همه معذرت خواهی میکنم از این که مشکل شده سوره فلق از تلفن من کاملا پاک شده است و از این که فلق و ناس این دو سوره یک جایه نازل شدن. باید چیکار کنیم؟ این سوره ها رو با هم بگیریم و شاید که یگان حکمت پروردگار بود که این گونه شد. و یک بار دیگر اگرچه تکراری باشد هم سوره فلق را میگیریم و بعدا سوره ناس را. خیلی گفته بودیم سوره ناس از سوره های هست که همراه سوره فلق در وقت بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواندند. در وقت بیماری پیامبر صلی الله علیه و سلم میخواندند و حدیث حضرت عایشه در صحیحین است که پیامبر وقتی از بیماری شکایت میکردند سوره فلق و ناس را میخواندند و وقتی بیمار شدن من هم خواندم و به دست پیامبر صف کرده و بدن پیامبر مالیدم که برکت دست پیامبر است. گویا آن حدیث در صحیح بخاری مسلم است که حضرت عایشه پیش از مرگ پیامبر وقتی میدونیم پیامبر با بیماری دردسر حتی بیهوشی چند وقت اذیت میشوند صلی الله علیه و سلم و حتی پیامبر باشند بلکه بهترین پیامبرها باشند هم سکرات موت یا درد جانکنی در پیامبر بود، پیامبر هم چشیده بودند. حضرت عایشه این سوره را به پیامبر خوانده صف میکردن و در بارش خیلی که پیشتر هم گفتیم وقتی که یعنی از سوره های هم سوره فلق هم سوره های ناس از سوره های رقیه یا گفتیم به بیمار خواندنی هست که در وقتی خواه چشم زدگی باشد، یعنی ترسیدید که به کودک چشم رسید یا به خودتان که در ما مردم تاجیکستان علل خصوص در دیگرها هم هست و نمیدونم در ما خیلی زیاد مردم عوام به من چشم رسید گویان همیشه خمیازه میکشن، یعنی این گونه آدم ها خیلی زیادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم این دو سوره را از سوره های رقیه گفتگی هستند که در سنن نسائی هست که وقتی از پیامبر صلی الله علیه و سلم عقبه ابن عامر خواهش میکند که به من سوره هود یا سوره های دراز را بخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن موعظتین را بخوان، ناس فلق را بخوان که مثل هر دو این سوره دیگر سوره نیست. یعنی به عقبه ابن عامر میگن از سوره های دور و دراز هود و یوسف و اینها سوره های قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس از سوره های بهترینی چی است؟ شفا هست. و حتی در وقتی شمال سخت و در وقتی بعضی از حالتهای خوف هم پیامبر میخواندند. برای همین خواهران عزیز پیشتر هم گفته بودم که وقتی که حس کردید که خودتان یگان دردسر دارید و دردسری طبیعی نیست، خب حتی مثلا از دردهای عادی باشد، چشم رسیدگی نباشد، هم قرآن همیشه شفا هست، علل خصوص سوره هایی که پیامبر خودشون میخواندن. قل اعوذ برب الفلق خوانید، ناس خوانید، صف کنید به دستتان، به سرتان مالید یا به کودکتان مالید، انشاءالله خوب شده میرود. و درباره اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم سحر شده بودن گفته گذشته بودیم. کوتاه میگذاریم که لبید ابن عاصم که یهودی هست و میدونید که از دشمنی یا گفتیم از تماما در خصومت داشتن یهودها با پیامبر این بود که حتی راضی بودن پیامبر رو بکشن. پیامبر رو سحر و جادو میکنن با موی سرشان و با دانه های شانهشان و پیامبر چند وقت بیماری وزمین میشوند تا اینکه خواب میبینن که دو فرشته آمدن میگوید این را چی است؟ لبید ابن عاصم سحر کرده است و زیر چاه آن سحر کردهش را گذاشته است که پیامبر 3 صحابه را روان میکنن، علی و زبیر و عمار را، که این 3 نفر رفته آن سحر را از وقتی از زیر سنگ چاه بیرون میکنن و در بعض روایت ها با کشودن گره هایی که در آنجا گره ها هم بود پیامبر شفا مییابند. و در بعض روایت ها آمده است که اگرچه در صحیح بخاری مسلم نباشد هم با خواندن سوره ناس و فلق گره ها را میکشودن یا اینکه با خواندن سوره ناس و فلق آن از سحر از پیامبر دور شده بود. و اینجا خواهران عزیز یک مسئله دیگر این است که خواهرانی هستند که از طریقه تلفن بعضی عکس ها رو روان میکنند که همین گونه من گره یا بند یافتم و میدونیم در همین سوره هم هست
از یک نمود جادویی مشهور گره بستن است یا بند بستن است که جادوگرها دعاهای خودشون رو خوانده به گره یا گفتیم بر اسمان دعا میکنند و میبندند و به خانه کسی میپرتویند یا میفرستند و همین گونه بعضی بند یا گفتیم گره یا بعضی خطها رو میفرستند که انا همین رو پیدا کردیم و چیکار کنیم و خیلی خواهرها در وقتی ترس و دهشت یعنی چیکار کنیم این چیز پیدا شد. خواهران عزیز جادوگر اصلا قدرتش تقدیر شما رو دیگر کرده نمیتواند یا قدرت جادوگر بالای قدرت الله نیست. قرآن کریم سوره ناس و فلق شکننده جادوها هست. بگیرید و با خواندن دعا یعنی ناس و فلق یا سوزانیدش یا کشایدش عموما نابود کنید. یعنی اینقدر نباید بترسیم وقتی گره را پیدا کردیم یا یگان خط جادوگری را پیدا کرده. سوره ناس و فلق رو تقریبا همه میدانند و دانستن این سوره ها هم عیب است و با خواندن این سوره ها میتوانید چکار کنید گره را کشاید یا که سوزانید و دیگر یقین کنید که به شما ضررش نمیرسد. قدرت پروردگار شما بالای قدرت جادوگر هاست و بالای این گره هاست. و سوره نامش چی است؟ فلق است و فلق صبح پگاه روزی هست که پروردگار چی میگوید؟ قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار صبح. پگاه روزی که یعنی با آمدن آفتاب شروع می شود. پروردگار آن یگانه الله هست و قدرتی خیلی گفتیم سحر کردن و شب کردن، آفتاب را دیرتر آوردن و بر وقتتر فرو بردن یگانه در دست الله هست. هزار جن و هزار انسان ها ما قدرتی فوق العاده داریم گویند یا انسان ها همه جمع شونه با ما به کیهان برآمدیم به ماهتاب و به دیگر زحل رفتیم گویند هم اصلا نمیتوانند نظامی آمده و رفتی آفتاب را دیگر کنند. و پروردگار میگه قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به پروردگار صبح. به پروردگار صبح، به الله یگانه که یگانه الله پروردگار صبح هست، سازنده صبح هست. من شر ما خلق، من شر ما خلق، از شر از بدی هر چیزی که الله خلق کرده است. و اینجا خواهران عزیز چیزهای بده که الله خلق کرده است حکمت خودش را دارد، حکمت خودش را دارد و پروردگار بعضی از چیزها را فقط به خاطر امتحان من و شما خلق کرده است. یعنی اینجا نفرانی هستند که میگویند چرا مثلا پروردگار میتوانست ابلیس را خلق نکند، شیطان را خلق نکند یا بعضی چیزهای ضررناک را خلق نکند، ولی برای امتحان هر چیزی که الله خواست بیده ملک یخلق ما یشاء خلق میکند. من شر ما خلق، از بدی هر چیزی که الله آفریده است. یعنی پروردگار به پیامبر و به من و شما یاد میدهد که شما از بدی هر چیزی که من آفریدم به من پناه برید، به من پناه برید. یعنی هر چیزی که در دنیا ضررش به تو میرسد یقین بدان قدرت خالق همان، قدرت سازنده همان از آنها بالا هست. هر چیزی شد به پروردگار یکم پناه ببرید. آره ما بعضا سلاح استفاده میبریم، بعضا به یگان انسان از یگان انسان کمک میپرسیم، اما اولا یعنی همیشه در قلبتان این جا باشد که پروردگار وقتی شما را نجات میدهد یگان چیز به شما ضرر نمیرساند. همین عقیده در قلب صحابه ها وجود داشت، همین عقیده در قلب پیامبران وجود داشت. ببینید که حضرت موسی همراه حضرت عیسی نزد فرعون می روند. فرعونی که می گفت من خدای زمینم، من خدای زمینم و از پی کشتار موسی بود و وقتی الله میگه من با شمایم، کمک من با شما هست، نترسیده می روند. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی به مدینه می آیند با آنکه یک جماعت کوچک بودند، به پادشاه روم و به پادشاه فارس و دیگر به تمام پادشاه‌های ابرقدرت نامه میفرستند که مسلمان شو تا که در امان بمانی، برای اینکه یقین داشتند که قدرت پروردگارشان بالای قدرت تمام پادشاه‌ها یا ابرقدرت‌های آن زمان است. و اینجا وقتی الله میگوید من شر ما خلق، خواهران عزیز همیشه یقین بدانید وقتی به الله پناه بردید، در حقیقت پناهی که گفتید الله هم بجز تو کسی به من کمک کرده نمیتواند،
قدرت تو بالای همه این ظالم هاست. هر چی بدی هست در زمین از خودت کمک کن. یقین بدانید همان گونه که صحابه ها را، همان گونه که پیامبرانش را الله محافظت کرد، آنها را نگه داشت، شما را هم نگاه می‌دارد. مشکلی ما در این است که ما بعضاً یخافون من الناس ولا یخافون من الله، از انسان ها زیادتر میترسیم. از اینکه از الله زیادتر ترسیم. ترس یک انسان کی نباشد، هم یک مخلوق زمینی، خواه جادوگر باشد، خواه یگان کسی دیگر باشد، خواه از نزدیکانمون باشد، خواه یگان کرسیدار باشد، ترس او همین قدر ما رو فرا میگیرد که مثل الله از او میترسیم که گویا تقدیرساز ما او هست و پروردگار ما رو به حالمون میگذارد و این گونه ترس به ما میآید. یعنی جسارت زمان در شما میشود که یقین بدانید که من شر ما خلق، هر چیزی که بدی هست آفریدگاری آن، سازنده آن الله هست و الله میتواند شما را از همه بدی ها نگه دارد به شرط آنکه و من یتوکل علی الله و هو حسبه، شما به پروردگار خود پناه ببرید، به پروردگار خود. و من شر غاسق اذا وقب، و الله میگوید و پناه ببر به پروردگار از شر شب هر وقت که بیاید. و در ما حدیث صحیح هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در وقت آمدن شب، یعنی در وقت نماز شام، کودکان را به خانه صدا کنید، در کوچه ها بازی نکنند و درها را پوشید و بالای آب و خوراک و هر چیزی هست بپوشید. یعنی این وقت پهن شدن شیطان های جینی هست یا گفتیم ضرر رسان است که پیامبر در این وقت کودک ها هم در بیرون بازی نکنن میگه. یعنی وقتی شام تقریبا 10-15 دقیقه وقتی درآمد شام که اکثریت فلاکت ها هم در این وقت می شود و الله چی میگوید از الله پناه ببر از درآمدی شب یا از خود شب که میدونیم اکثریت بلا و اکثریت گناه ها در شب می شود. و در دوامش میگوید و من شر نفثات فی العقد، در آیت 4 و به الله پناه ببر ای پیامبر. و البته در زیمه یا گفتیم همراه پیامبر امتان پیامبر از زنهای جادوگری که در گره ها نفس میزنند، یعنی صوف میکنن. چه خیلی گفتیم یکی از جادوهای مشهور جادوگران از اولم بود و هنوز هم هست بند ساختن است. با رشته ها بند میسازند با همان جادوگری های خود و میدانید که در نزد جمهور علما جادوگر کافر است. 1000 لا اله الا الله گوید، 1000 به کعبه برود، 1000 صدقه داشته باشد، 1000 فرزندش را من جادوگرم و فرزندم قاری گوید، هم یقین بدانید که پیامبر حد الساحر ضرب بالسیف میگوید جزای یک جادوگر گردن زدن است و در نزد جمهور علما از این که او کافر است گردنش زده می شود، مگر اینکه جادوگر هم چگونه که جادوگرهای زمان فرعون توبه کرده بودند و پروردگار توبه آنها را قبول کرده بود توبه کند، از گناهش برگردد و به الله رجوع کند. وگرنه جادوگر 1000 بسم الله کتی جادو را شروع کند که بدبختی این جادوگرهای کافر در این است که وقت یک نفر به نزدشون می رود اینها بسم الله گویان شروع میکنن. بسم الله الرحمن الرحیم گفته با همون اکسنت خودشون که بسم الله الرحمن الرحیم گفتن هم نمیتونن شروع میکنن و جادوگر 1000 بسم الله گوید هم او در نزد یعنی جمهور علما او مسلمان نیست، او کافر است، برای اون که او بر ضد قرآن کار میکند، فساد کننده در روی زمین است و جادوگر به کمک جن یگان غیبیات را پیشگویی کردن نمیتواند. جادوگرهایی هستند که به فکرم در یوتیوب هم چند جادوگری توبه کرده را نوارش هست که میگن چگونه آنها خیانت به مسلمانی میکنند، خیانت به دین میکنند، حتی قرآن و سنت را دشنا میکنند تا که به درجه بالاترین جادوگری رسد. یگان جادوگر به مشکلی کسی حل نمیدهد مگر اینکه همان نفر رو مثل خودش یا کافر میکند یا اینکه به کافر شدن نزدیک میکنند. و سبحان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن هنوز باور نکرده به خانه جادوگر وقتی قدم زدی 40 روزه عبادت تو قبول نیست. یعنی تو 40 روز یک بدبخت انسانی میشوی که تماما حالت به حالت است. اگر باور کردی که این انسان در دستش خوشبختی و بدبختی هست، این انسان قدرت های دارد که حیات تو را دیگر کرده میتواند،
قدرت هایی که خاص پروردگار است در دست جادوگر دیدی. و الله چی میگه؟ و پناه ببرید به الله از بدی همین جادوگرهایی که در رشته ها یا در گره ها نفس میزنند. و خواهران عزیز چه خیلی گفتم چرا اکثریت زنها همیشه مصیبتشان جادوگر است؟ از آن که ترس جادوگر در قلب آنها از ترس پروردگار بالاتر است. یعنی قدرت جادوگر رو از همه چیز بالا میدانند. به خاطر ترس از جادوگر به همه کار دست میزنند. فالبین میگویند جادوگر در ما خیلی چی هستن؟ احترام هم داره نسبت جادوگر و جادوگر رو کسی جادوگر نمیگوید. یا فالبین میگویند در طرف های ما، بخشی میگویند در طرف های اشت. یا اینکه چی میگویند باز؟ بیبی خلیفه هم بعضی اشو میگفتن، یا مولا هم میگفتن، حتی سبحان الله. همین گونه جادوگر رو حتی با نام جادوگر هم از صدا کردن میترسیم. و این رو بدانید که قدرت پروردگار بالای جادوگر است. یگان جادوگر نیست که در همین دنیا بدبخت نشده باشد. شخصا در همان اطرافی که من زندگی میکردم تا هنوز هم میدونم که یگان جادوگری از همه جهت یعنی خودش رو مهیا کرده نیست. یا فرزندش بدبخت است، یا خودش بدبخت است، یا یگان کسلی گرفتار شده از دنیا می رود که برای دیگران عبرت است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث در نسائی هست میگویند کسی که گره کند و به آن نفس زند در حقیقت او جادو کرده است و کسی که جادوگری میکند فقط اشرک در حقیقت شرک ورزیده است. و کسی که به بدن خود به جسم خود چیزی رو آویزان کرد اون هم با چی؟ با اینکه به من کمک میکند یا چشم نرسد به همون وابسته میشود. یعنی وقتی امیدت به یک رشته چایی که به دستت بستی، به گوشت آویزان کردی، یا به کودک ها در در سیمچه ها به هر جایش یگان چیز آویزان کرده میمونند، خواه از یگان نمود پلاستیکه باشد، خواه یگان چیز دیگر باشد که گویا که همه بلاها رو این دور میکند، پروردگار ببخشید پیامبر میگن وکیل الهی و همون چیز تکیه کننده می شود. همون چیز بگذار کمکش کند که هیچی نمی کند. پروردگار به او کمک نمی کند. خواهرانی که به فرزندان خود ملچه های سیاه و سفید میگویم آره مهرچه ها برای چشم می چسبونند که ببخشید ناحرمتی نشود در پیران سالان این زیاد است. باز به اون ناز فلق میخونم و هیچی نمی شود. میگن آخه تو یک شرک رو انجام داده ای. نمی شود که تو هم مشرکی کنی هم الله را پرستش کنی. وقتی که به دستت رشته سرخ سیاه و چیزی رو که یک فالبین به تو داده است آویزان میکنی و امیدت همین است که این چیز نباشد تو کسل میشوی، هزار ناس فلق به تو خوانده شود هم یا به تو دعا خوانی شود هم فایده ندارد، برای اون که تو در اصل قلبت به پروردگار نیست، با همون یک چیزی یک جادوگر یا یک بی‌سواد دادگی هست. مصیبت این است که خواهران عزیز من نمیدونم از چی این چیز ما یک نفرانی بی‌سواد عموما به دست کتاب نگرفته و ما یک چیزهایی رو میدهند که این رو بگیر به خود آویزان کن، به کرته‌ات بمان، به دیو جای ببند، به خانه‌ات بکن، بلاها دور می شود. ما باور میکنیم یعنی در اینجا عقل هم شاید پوشیده شود که یک به خود سوال نمیدیم آخر این انسان از کجا این رو کرد؟ این انسان که عالم نیست، کتاب خوانده نیست، یا یک جادوگر است یا یک جاهل است که ما را دارد به شرک میکشاند. و درباره جادوگرها هر چی صحبت کنیم هم کم است. به هر حال می رویم به آخران آیت که الله میگوید و من شر حاسدین اذا حسد و پناه ببر از شر حاسدین اذا حسد، وقتی که حسد میکنن. و درباره حسد گفته بودیم خواهران عزیز، هوس کردن که من هم مثل همین انسان باشم این حسد نیست. حسد این است که نمیخواهم همین چیز در او باشد. مثلا شما یک نفر رو دیدید که فرزندی صالح دارد، گفتید پروردگار به من هم همین گونه فرزند بده. در اینجا شما هوس کردید، غبطه خوردید، یا به زبان عربی غبطه میگن که حدیث را امام قرطبی آورده هستند که سندش نیست، که میگن مؤمن هوس میکند اما حسد نمیکند. حسد اما این است که نمیخواهد یک نفر فرزندی صالحش باشد. در یک نفر بایگری را دیدید نمیخواهد صاحب همین بایگری باشد. در یک نفر زیبایی را دیدید نمیخواهد همین انسان باشد. دیدید علم میکند به شما. یعنی آدمی حسد چی؟ آنهایی که حسد دارند و بهوده نمیگویند که حسد اولین گناهی که در آسمان کرده شد و اولین گناهی که در زمین کرده شد. حسد اولین همون حسد شیطان به آدم بود که گفت چرا به این من سجده میکردم، چرا من به جای این نیستم و سجده نکرد. حسد اولین در زمین بود که
قابیل برادرش حابیل رو از اینکه حضرت آدم گفتن این اون دخترک رو میگیرد، نه چرا به من نگو به این دادی و چرا پدر این رو از من بالاتر دانست، گفت و برادر خود را کشت. و انسان های حسد چه خواهران عزیز چه خیلی گفتم، اینها دشمن تقدیر الله هستند، دشمن نعمت های الله هستند. اینها دیده نمیتوانند که الله چگونه نعمتش را تقسیم کرده است. چرا مثلا وقتی حسد میکند که چرا در او هست در من نیست، چرا نمیگوید که پروردگاری که به او داده است به من هم بدهد، یا چرا نمیگوید که این نعمت الله هست به کی خواهد میدهد، نه چرا در وی هست در من نیست و نابودی رو میخواهد. اگر گفت به او داده به من هم بدهد، انشاءالله این چی هست؟ این یک هوس کردن است که این به حسد نمیدراید. حسد این است که نمیخواهی در او باشد، نمیخواهی او به همون درجه رسد. و تقریبا تمام نعمت هایی که آشکارا هست یک حسد کنندش هست، یک حسدچی بدبخت در آنجا هست که مصیبت آنهایی که حسد دارن این است که آنها نعمت شما را دیده نمیتوانند، رو برویتان نشستن فقط میسوزند و در پنهانی هم خود را همیشه میخورند. یعنی آدمی که حسد دارد و آرامش ندارد، نه در جماعت نه در تنهایی. برای آنکه در قلبمون حسد نباشد بگذار به تقسیمات الله راضی باشه. پروردگارم نعمت در دست تو هست، تو خالق بشر هستی، به همه تقسیم کرده ای، من به آن راضیم. وقتی راضیم به تقدیر الله که به او داد و به ما نداد، یا به ما زیادتر داد یا به کسی کمتر یا عکس، در این وقت ما به کسی حسد نمیخوریم. اما وقتی گفتیم نه در او چرا در من نیست، انا اینجا شروع می شود هم حسد و هم نارضایتی به تقدیر. و اینکه حسد از بیماری های جدی قلبی هست که در قلب انسان است و در زبان و در چشم و حتی به دست هم بعضی میزند. انسان حسدچی به کشتن هم شروع میکند، چگونه که گفتیم برادران حضرت یوسف از همون حسد زیادی که به برادر داشتن میخواستن بکشن. در این وقت هم حتما باید به الله پناه برید و یقین دارید وقتی که شما به الله از شر حاسدین پناه بردید، علل خصوص سوره ناس فلق را در حدیث آمد از پگاهی روز بگاهی روز 3 باری خواندید، یگان حسدچی به شما ضرر نمی کند. حسد یگان نفر وقتی صبح و شام 3 باری این دعاها را خواندید، یعنی هم ناس و هم فلق را و شما تماما انشاءالله ضرر نمی کند. وگرنه حسد انسان را حتی بیمار هم می کند. همان چشم از حسد است و این چونین حسد حتی به چی می رساند؟ به کشتار و به نابود کردن می رساند. اینجا سوره فلق تمام می شود، شروع می شود خواهران عزیز سوره ناس، قل اعوذ برب الناس که خیلی که گفتیم قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق برابر نازل شدند. و حدیث در صحیح مسلم است که پیامبر میگویند مثل اینها من دیگر آیت های ندیدم، از جهتی که این آیت های شفا هستند. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در روایت با همین سوره ها از حسد ببخشید از سحر و جادو شفا یافته بودند. الله میگوید قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، پناه ببر، پناه طلب که به من کمک کن، به جز تو کسی ندارم، تو به من یاری کن، پناهگاه هم تو باش. پناهگاه چی است؟ شما رو به جای میگیرد که هیچ کس به شما ضرر نرساند، برای همین پناهنده میگن. یعنی تو ای محمد و مسلمان ها شما به خود پناه طلبید، به خود کمک کنید، کمک طلبید که به شما ضرری کسی نرسد. به کی؟ به پروردگار مردمان، آن هم الله هست، به پادشاه مردمان که الله هست، و این چونین به اله معبودان، ببخشید مردمان، به معبود، آنه که عبادت کرده می شود از طرف بنده هایش به الله. اگرچه 1000 پادشاه در زمین باشد و اگرچه 1000 نفر خود را در زمین من صاحب قدرتم بگوید، باز هم قدرت اصلی پادشاه یگانه، آنه که کی خواهد چی کار خواهد به زمین و مخلوقاتش میکند این الله هست. و الله به من و شما چی میکند؟ امر میکند که شما از من پناه طلبید، شما به من برگردید. در آیت دیگر ففروا الی الله، به طرف الله دویده روید، از مردم پناه نطلبید. چقدر بلا و مصیبت ها هست خواهران عزیز، اگر الله کمکمون نکند یگان نفر به ما کمک کرده نمیتواند، حتی پدر و مادر، حتی نزدیکترین نفرانی که در اطرافمون هستند. برای همین همیشه باید
پناهگاه ما الله یگانه باشد. صبح و شام ذکرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میکردن، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم، یا اینکه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، و همش پناه پرسیدن از الله بود که پروردگار من به تو تکیه کردم و تو خدا نگهبان من باش. باید همیشه طلب پناه ما با قلب هم با زبان هم پروردگار باشد. در دوامش از چی ما پناه بپرسیم؟ یکم من شر الوسواس الخناس، پناه بطلبید، از الله کمک کنید که به شما شر وسواس الخناس، از بدی وسوسه کننده پنهان شونده. وسوسه کننده همین شیطان است. معنای وسوسه چی است؟ در قلبت یا تو با خود چیزی میگویی. بعضا خواهران عزیز ما با خود چیزهای میگوییم که خودمون شاهد هستیم که اگر به دهان برآید آن چیزها ما رسوای دنیای آخرت میشویم، شرمنده میشویم اون چیزهایی که در دل با خود گفتیم. همون چیزهای بده که انسان با خود میگوید که بعضا میگوییم سخنهای درونی، این وسوسه شیطان است. این وسوسه شیطان است. و از عبدالله ابن عباس روایت است که وقتی که یک مسلمان میگویند از ذکر الله غافل ماند، شیطان که او یعنی بعض شیطان ها قلب انسان را برای خود جای نشست میگیرند و وقتی قلب انسان از ذکر الله فارغ شد، یعنی قلب انسان مشغول گناه شد، دلت را وقتی به یاد الله و با نیت‌های خوب و ذکر الله بند نکردی، شیطان در آنجا جای می شود و وسوسه زیاد می شود. برعکس وقتی که تو ذکر الله را زیاد کردی، بزرگی الله را زیاد کردی، و اذا ذکر الله خنس میگه، وقتی الله را یاد کرد وی نیست می شود. برای همین خواهران عزیز این قاعده عمومی هست. هر کسی که شکایت از وسوسه دارد، بعضی علما میگن اولین وسوسه شیطان در طهارت است، اومده به تو فقط وسوسه میکنه طهارتت چیک است، طهارت نداری، از نو طهارت کن، نه نشستی باز بشو، شما تا 1 ساعت 2 ساعت وقتتون رو در طهارت میگذرانید. بعضی ها وسوسه شون در نماز است، 1 رکعت خواندی نه کم خواندی، نه فکرت پریشان بود نه چیزی دیگر. بعضی ها وسوسه شون در شوهرشون، حاضر دارد این گونه میکنه، نه مرا طلاق داده نیست، نه الکه این مرا چند بار به دلش طلاق داده است. همین گونه وسوسه ها چی هستن؟ خیلی زیاد هستن، خیلی زیاد هستن که اینها همش از کدام طرف است؟ از جهت شیطان است. و این رو بدانید که وقتی که شما قلبتان رو با یاد الله زیاد کرده، خیلی عبدالله ابن عباس میگویند وقتی شما در قلبتان با جای فکرتون رو به هر جا بردن، سبحان الله الحمدلله اللهم صل علی محمد گفتید، یا یاد به جنت بردید، یاد از مرگ کردید، یاد به قصه صالحین کردید، به هر چیزی که فایده آور است و رضاگی الله هست، فکرتون رو با آن مشغول کردید، در قلب شما شیطان جا نمیابد. در قلب شما شیطان جا نمیابد. مشکلی ما این است که قلبمان کلاً فارغ است، تنها به تنها مانیم. هم چیکار میکنیم؟ با قلب خود حتی در غیبتیم، در گمانهای بدیم و هیچ یاد الله به قلبمون نمی آید. چه کارهای ثواب است که امروز بکنم، چه نقشه هایی هست که امروز انجام دهم، چه نیت های خوبی هست که حتی به نیتتون ثواب میگیرید، نه دیگر وسوسه اومدن میگیرد. اما این یعنی رحمت پروردگار است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند شما هر چیزی که با قلبتان گذرانیدید، یعنی وسوسه های شیطان رو وقتی عملی نکردید، گناه نوشته نمی شود به نامه اعمالتان، اما خودتان رو میخورید. یعنی وسوسه ها زیاد به خود ما ضرر دارد. انسان های وسواس خودشان رو بیمار میکنن. وسواس هایی که بعضیشون همیشه گمانی بد دارن. حاضر فرزندم در مکتب است و او یگان حادثه رخ داد، انا حاضر فلانی چنین میکند، انا حاضر به خونم این میآید، انا حاضر من این میشوم. همین گونه فقط با ترس که اینها چی هست؟ قلبت غافل از ذکر الله هست، قلب خود را خالی کردی و این گرگ هم دیگر جایگیر قلب تو شد. در دوامش میگوید الله من شر الوسواس الخناس. خناس چی است؟ پنهان شونده، ولیکن
پنهان شونده با ذکر الله. یعنی شما وقتی ذکر اللهتون زیاد است، قرآنتون زیاد است، خیلی گفتم هر چی رضاگی الله هست در قلبتون و در زبانتون هست، این چیز نیست می شود. شیطان از شما می ترسد، چگونه که حتی از حضرت عمر می ترسید و پیامبر میگن راهی که تو رفتی شیطان از آن می گریزد. وقتی شما با ذکر الله، با قرآن، با عمل صالح، با نمازهای شب خودتون را قوی کردید، شیطان ضعیف و بیچاره می شود در نزد شما، از شما گریخته می گردد و به شما ضرر رسانده نمی تواند. در دوامش الله می گوید من الجنة و الناس، پناه ببر از شر همان وسوسه شونده و وسوسه کننده و پنهان شونده، خواه از جن باشد خواه از انسان. خیلی میدونیم خواهران عزیز، شیطان جنسش از جن هست و جن ها هم و ان من القاسطون و من دون ذلك، خیلی که در سوره جن آمده است، انشالله در تفسیرش میخوانیم. بعضیش مسلمان، بعضیش کافر است و شیطان از جن های کافر است که از جنس جن هست و برای او پروردگار، برای ابلیس تا روز قیامت عمر داده است و او لشکرهای خود را دارد. و پروردگار اینجا میگوید شیطان های وسوسه کننده، آنهایی که پنهان میشوند با ذکر الله یا وسوسه کننده پنهان شونده، از جنی ها هم میشود، از انسان هم میشود، که از هر دو پناه ببر. از جن وقتی به تو وسوسه میکند با ذکر الله و با قرآن دور میشود. از انسان رو برویت آمده می نشیند، قطعیت آمده می نشیند. وسوسهش طرزی هست که بعضا کم نیستن. با وسوسه یک انسانی که نامش انسان است و از پیروی شیطان است، چقدر انسان ها از بحر نماز می گذرند، از بحر درس می گذرند، از بحر حجاب می گذرند، به هزار و یک گناه دست می زنند. یعنی هر یک انسانی که به گناه کبیره دست میزند، تقریبا در وقتی در بورش گفتگو کردن پیدا میکند که یک انسانی جنی، یک انسانی یعنی شیطانی او را به همان راه کشانده است. پس خواهران عزیز این را بدانید که شیطان های در اطراف ما راه میگردند. آنی که آمد و به شما وسوسه کرد یا با دهانش یا با کار دیگرش که نه بس کن، از درس خواندن را بس کن، نماز بعدن هم می شود، الله بخشنده مهربان است، حجاب در سرت یک بار رقص کنی با که ندارد، توی پسرت هست، توی خواهرت هست، مشکل ندارد، با کسمیت که کوچه برای مشکل ندارد، مسلمان موسیقی شنود. این همه عرب ها موسیقی گوش میکنن. بدارد که اینها شیطان های هستند که از انسان هستند، در اطراف ما هستند، کارشان وسوسه هست، کارشان ما را به گناه دعوت کردن است. یا به اینها شما برعکس چگونه که به شیطان جن زوری کردید، غالب آمدید، غالب میبرایید، با دلیل آوردن و با اینها را نصیحت کردن دیدید که ضعیف هستید، باید ترک کنید، با این انسان ها رابطه نکنید، وگرنه همین شیطان هایی که از جنس آدمی هستند میبرند ما رو به جهنم، میکشانند فرزندان ما رو به جهنم که عددشان روز روز چی در گروپ ها باشد، چی با نام تاجر و با نام بلاگر، چی در یوتیوب باشد، چی حتی در اطرافمون باشد زیاد هستند. کاری که اینها میکنن ترس انداختن در قلب ما، کاری که اینها میکنن نه الله بخشنده مهربان است، چی مشکل دارد به این گناه را به آن گناه را. اینها چی هستند؟ شیطان های زمینی که در اطرافمان رو به رو به ما می نشینند. یقین بدانید که از اینها هیچ خیری نیست. یا باید با نصیحت اینها را برگردانیم یا اینکه کلا قطع رابطه کنیم و بگوییم که به خاطر الله به این شیطان من دیگر رابطه ندارم. سلام علیک در جایش هست. معنای قطع رابطه قهر شدن نه، سلام علیک در جایش هست، اما هم نشینیه که با او می نشینم و او مرا سبب می شود نمازم قضا شود، سبب می شود من عموما به دست کتاب نگیرم، سبب می شود در خانه من جنگ و جنجال شود، سبب می شود من همیشه به یک گناه دست نباید ما مناسبت ها داشته باشیم. همین گونه خواهران عزیز با ششم آیت با من الجنة و الناس سوره ناس تمام می شود. الله نصیب کرده باشد صحت و سلامت باشیم. سوره اخلاص با سوره تبت یدا درس آینده می گیریم.